بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. این سوره المؤمن میگن. سوره مؤمن از نامش پیدا هست که دری چیزهایی گفته میشه که مفید و مؤثر است از نگاه عقیده، اخلاق، اطاعت، عبادت برای الله متعال. این سوره مبارکه مکیتون، سوره مکی هست و خاصیت سوره های مکی بیان توحید الله و رد شرک و بت پرستی و قبر پرستی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم سوره هایی که بعدی میه ای کلش سوره هایی هستند که به نام حوامیم گفته میشه. چند حامیم در اول از اینا هستند. حامیم از حروف مقطعات است. الله اعلم به مراده. ما میگیم که مقصد زیر الله بهتر میدانه، ما جاهل هستیم. آنچه که الله بر ما یاد بده یاد میگیریم و آنچه که الله بر ما اجازه یاد گرفتنش نداده دو قسمت ما جاهل هستیم. ما حروف مقطعات نمیفهمیم، جاهل هستیم. ما علم غیب نداریم، در غیب جاهل هستیم. ما از غیبیات اما قدر میفهمیم که در قرآن و سنت است، بیشتر از او نمیدانیم. این تسلیمی ما هست به حکم الله متعال. تنزیل الکتاب نازل شده هست این قرآن عظیم الشان من الله، از جانب الله العزیز، ذاتی که غالب است، مغلوب می سازد دشمنای خدا. العلیم که با خبر است از قلب هر کسی، بناءً به اساس فهم دقیق آنچه در قلب بنده ها هست حکم میکنه. با علم خود میدانه دقایقی را که ما نمیدانیم. غافر الذنب، الله متعال. اسماء و صفات الله که است، صفات الله چند قسم است. الله متعال گاهی صفات خدا به شکل یک اسم میگه، اسماء الله الحسنا که 99 نام الله است. بعضی اوقات الله متعال صفات خدا به شکل یک جمله اسمیه میگن که در اول از جمله اسم آمده باشه. بعضی اوقات الله متعال صفت خدا به شکل یک جمله فعلیه میگه که در اول از جمله فعل آمده باشه. بعضی اوقات الله متعال امو یک صفت خدا به شکل مضاف و مضاف الیه میگه. غافر الذنب، غافر مضاف، الذنب مضاف الیه، قابل مضاف، توب مضاف الیه، شدید مضاف و العقاب مضاف الیه، ذی الطول، ذی مضاف و الطول مضاف الیه. پس ما و شما در جایی که الله به شکل اسم گفته به شکل اسم الله را او صفتش میگیم، جایی که به شکل جمله آورده به شکل جمله میگیم و جایی که به شکل مضاف و مضاف الیه آورده به مو شکل استفاده میکنیم، مضاف از مضاف الیهش جدا نمیکنیم. چرا؟ انسان مؤمن حقیقی تسلیم شریعت الله میباشه. الله متعال صفات خدا بیان کرد که یک نامش الله هست و الله ذات است که تمام صفات در این نام، در نام الله خلاصه شده. از این خاطر کسایی که خوب قرآن میفهمن، خوب سنت میفهمن، خوب عقیده میفهمن خدا نمیگن. چرا؟ کلمه خدا ترجمه الله شده نمیتونه. الله معبود به حق است که ذاتش عبادت میشه و شریعتش تطبیق میشه. اما کلمه خدا این معنا رو نمیده. خدا به معنای چی است؟ صاحب است. شاید ترجمه مالک بوده باشه. و در جمله اسماء الله الحسنا هم نیست. الله میگه لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. الله را با اون نام صدا بکنین که الله خودش او را بر شما بیان کرده. بنان خدای و تختون و خدا و گاد و گپا نباید انسان کوشش بکنه که امو نام الله را به اون قسمی که الله گفته. الله دیگه نامش العزیز است، دیگه نامش العلیم است. این اسماء و صفات الله هست. دیگه صفات الله که به شکل مضاف و مضاف الیه است. غافر الذنب، این الله که غالب است، این الله که بسیار عالم است، این الله غافر الذنب است. ای مردم، امی ذاتی که مستحق عبادت و اطاعت است، غالب است، علیم است، گناه های شما را می بخشه. غافر الذنب است، بخشنده گناه ها هست. قابل التوبه،
ذات است که قبول کننده توبه هست، بسیار مهربان است. لکن احتیاط کنین، امید خداری به رحمت الله، از عذاب الله هم بترس. شدید العقاب، خوف بترس که سخت عذاب دهنده هست. ذی صاحب نعمت های زیاد است. الله متعال رحمت خود زیاد بیان میکنه، زیاد بیان میکنه. لا اله، نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شوه و قانون شریعتش تطبیق شوه الا هو، مگر او که الله هست. الیه المصیر، به سوی او بازگشت است. ما یجادل فی آیات الله، الله بیان میکنه که مردمای منافق و بیدین کسایی هستن که در قرآن و سنت زیاد مجادله میکنن. مسلمان ها آمنا و سلمنا میگن ما ایمان آوردیم و تسلیم شدیم. بیدین ها زیاد دعی مجادله میکنن. الله میگه ما یجادلو، مجادله نمیکنن فی آیات الله، در آیات الله، در آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. الا الذین کفروا، مگر کسانی که کافر شدن. فلا یغررک، پس تو را فریب نده تقلبهم، رفت و آمدشان فی البلاد، در شهرها که در طیاره ها میرن و پرواز میکنن و چکر میزنن و در هتل ها میرن و سیاحت میکنن و بازی میکنن. این چیزهایش تو را فریب نده. چرا؟ این چیزهای زودگذر است. کسایی که 50 سال پیش خوب آواز قوی بود، پالوان قوی بود، حالا سعی کنی که بدنش هم شل شده، شکمش خوب هم لوکس بود، تکواندو باز بود، حالا میگه فلانی دول. هم استاد پالوانی رو سعی کنی باز آخر رو دول میگن. چرا؟ این متاع موقتی هست. او کسایی که 30 سال پیش 40 سال پیش جوان بود، اوه چقدر شهرت داشت، حالا که سنش سعی کنی سن رویش دیده نمیشه. بسیاری چه ببینی خوار در قبر. این بچه های فیلم رک سرازی در فیلم های ایندی سرش مغرور میشی، باز میگه والا چی بچه فیلم است، مویایت مثل زور رو جور میکنی وی قسمی دیگر رو سل کنی که اون بچه فیلم در بین آتش ججق میشه، خودشان ججقش میکنن، درش میتن، بویاش میبرایم. یگان دفعه اون دو سوزان هم برین سعی کنین، یگان فیلم هست نشان میده، دلت از زندگی سیاه میکنن. فلا یغرور، که پس تر فریب نته تقلبهم، رفت و آمد و گشت و سفر و سیاحت و چکرشان فی البلاد، که در شهرها بسیار سیاحت میکنن و چکر میزنن و آوازی میکنن. باز یک دفعه که سونامی گیرشان کرد، باز اما تو برهنه واسه کنید در بحر لوت تکت کشان میکنن. کذبت، تکذیب نمود قبل از اینا قوم نوح و الاحزاب و گروه های دیگه، احزاب دیگه کفری، من بعد این بعد از ایشان، و همت، و اینا همت ورزیدن یا اراده کردن، کل امت، هر امتی به رسولهم، یعنی اراده کردن به رسولشان، لیأخذوه، تاوره بگیرن، و جادلوا بالباطل، و امرای ای پیغمبران مجادله و گفتگو و مناظره کردن با باطل، ضد حق. لیدحدوا بالحق، چرا مجادله میکنن؟ لیدحدوا، به خاطر ازی که ناکام بسازن، بهی، توسط امی باطل خود، توسط امی مناظره ها و گفتگوهای باطل خود، الحق، توحید را. یا مجادله را چرا میکنن؟ به خاطر ای که توحید گفته نشه. گاهی سرش نام میمونه، حالا کمی توحید بگویی تروریست نامت میمونه، توحید بگویی افراطیستی، یا افراطیون هستن، یا اکستریمیست هستن، یا فاندامنتالیست هستن، بنیادگرا هستن. فقط الله متعال میگه که یا مجادلهشان و گفتگویشان و جنجالشان به باطل هست، سخنهای دروغی که لیدحدوا، میخواین که ناکام بسازن، از بین ببرن، بهی، توسط آن، الحق، حق یعنی توحید را. الله متعال میگه فاخذتهم، باز ما یار مؤاخذه کردم، ات زدن خوردن، فکیف کان عقاب، باز چه قسم بود عقاب از اینا. دمی احد کمی ابو جهل هم تو چاق کتم افتاده بود، و همی عبدالله بن مسعود سمت لاغرنگ بود، لاغر، پایکای مین داشت، دمی سر سینهش رفت شیشت. ابو جهل دیگه تو بسیار جای خطرناک پیدا کردی، خوب چوکی پیدا کردی که شیشتی. عبدالله بن مسعود دمی سر شکمش، دمی تختی سینه شیشت که خوب ذلیل شود.
وقتی که غزوه خلاص شد آیت قرآن نازل شد و ما رمیت اذ رمیت، این زدن که یار دادی ای پیغمبری زدن تو نبود، ولکن الله رما، این زدن الله بود که ملائکه های الله کمت میز زدن، یگان تا میدی کمت ازمی فرق سر کمت دو تا تا سر کت عصبشام خودش کت نیمشی طرف افتاد نیمشی طرف. او شمشیرهای انسان رو قدر نمیتونه دیگه، انسان خمه میتونه که بزنه گردنش رو طرف، یکی ملائکه کمت میدن تو از میبین دو شقش میکنه. این زدن الله است. الله متعال میگه فاخذتهم، باز ما ای دشمنای توحید مؤاخذه کردم، فکیف کان عقاب، باز چه قسم بود عذابشان. و کذالک، و اینمی قسم حقت کلمت ربک، حق شد سخنان پروردگارت، علی الذین کفروا، بر کسانی که کافر شدن، انهم اصحاب النار، یا صاحبای دوزخ هستند. الله متعال میگه شما خود دشمنا را زیاد شناختین، دشمنای توحید شناختین، دشمنای مسلمان ها را شناختین، لکن دوستای مسلمان ها کی هستند بغیر از خود انسان ها مؤمنین؟ ملائکه. ملائکه برای مؤمنا بسیار خیرخواه هستند. الله متعال میگه ملائکه الذین، کسانی هستند که یحملون العرش، حمل میکنن عرش الله را، و من حوله، و آنانی که در اطراف از عرش هستند، یسبحون بحمد ربهم، بسیار مؤمنین و بسیار مخلص هستند، بسیار معصوم هستند، بسیار پاک هستند، تسبیح میگن به حمد ربهم، به حمد پروردگار خود، و یؤمنون به، و به الله ایمان دارن، و یا دیگه چی کار میکنن؟ تسبیح الله را میگن، و یستغفرون للذین آمنوا، و استغفار میگن، مؤمنا را دوست دارن. تو در غفلت هستی، در خواب هستی، در سختی هستی، در چی هستی، ملائکت را چی میکنه؟ بر تو مغفرت میکنه، میگه یا الله ببخششان، یا الله ببخش، یا الله عاجز است، نفس دارن، بیچاره هستن، مغفرتشان کو یا الله ببخشن، خیر اسی بیچاره ها چی کردن. ربنا، باز میگن ای رب ما، وسعت کل شیء رحمتا، ملائکه میگن ای پروردگارا رحمت تو کل چی را گرفته احاطه کرده، بسیار وسیع هست رحمت تو، اینقدر وسیع هست که تمام مخلوقات گرفته، و علم تو هم بسیار وسیع است. فاغفر یا الله، مغفرت کل الذین تابوا، کسایی که توبه میکنن. ما و شما که توبه میکنیم، ملائکه دعا میکنن که پروردگارا توبهش قبول کن. چقدر مخلوقات پاک و خوب هستن، قلب پاک دارن. و تبعوا سبیلک، پروردگارا کسانی را چی کو مغفرت بگو که متابعت از راه تو میکنن. وقیهم، قی وقایه کن، وقایقی دمی فعل امر یک حرف است. کدام کلمه هست؟ قی، قاف زیر قی، فعل امر است. وقا وقایه نمود، یقی وقایه می نماید، فعل امر چی میشه؟ قی. وقی باز هم مفعولش است، و عاطفه هست. و وقایه کن هم، ایشان را ملائکه دعا میکنن. عذاب الجحیم، از عذاب جهنم ملائکه دعا میکنن، میگه پروردگارا اینا را چی کن از عذاب جهنم نجات بده. ربنا، ای پروردگار ما، یا هم دعای ملائکه هست، و ادخلهم، داخل کو امی مسلمان و مؤمنین موحدین را، جنات، در باغهای عدن همیشگی، التي وعدتهم، یا الله او باغهای اینا را داخل بکو که اونا را وعده دادی. تنها اینا را نه یا الله، و من صلح من آبائهم، همچنان کسانی که صالح تیر شدن، کافر نبودن، کمونیست نبودن، مرتد نبودن، مشرک نبودن، شخصیت های خوب بودن، من آبائهم، از پدرانشان. یا الله خانم هایشان هم، این مؤمنین حتما کوشش میکنه که خانمشان موحد باشه. از این خاطر مردم های موحد همیشه کوشش میکنه خانم خدا به درس توحید بیاره، به درس قرآن بیاره، دعوتشان میکنه. خانم خدا، دختر خدا، خواهر خدا، مادر خدا. ملائکه میگه پروردگارا خانم هایشان هم در جنت داخل کو، و ذریاتهم، دخترکا و پسرکایشان، اولادایشان، یا الله
اینا را هم در جنت داخل کو. اینک انت العزیز الحکیم. پروردگارا تو ذات غالب هستی و تو ذات با حکمت هستی. وقیهم و همچنین پروردگارا وقایه کو ایشان را از سیئات، از تکالیف. و منطق السیئات یومئذ، و هر کسی وقایش و هست تکالیف یومئذ در این روز، فقط رحمته، پس اونا را پروردگارا تو رحم کردی. و ذلک هو الفوز العظیم. ای فوز و کامیابی بزرگ است که تو مؤمن موحد واقعی باشی و الله دعای ملائکه را در شأن تو قبول بکنه. انسان‌های ملائکه صفت کدام یکی می باشه؟ انسان‌های ملائکه صفت هم کسایی می باشند که تسبیح حمد الله را میکنن، خودشان ایمان دارن و بر دیگه مؤمنان استغفار طلب مغفرت میکنن. پروردگارم استاد ما را ببخش، پروردگارم صنفیای ما ببخش، پروردگارم اهل مسجد ببخش، پروردگارم کسی به خاطر درس آمده وارم ببخش، پروردگارم کسی که به خاطر درس نامدم چون در مجلس رحمت است اونا را هم مغفرت کن. یعنی وقتی که مجلس چی میشه، میگه که یک گروپی از مردم وقتی که میان در یک مسجدی از مساجد الله جمع میشن، ذکر الله را میکنن، بین هم درس میخونن، میگه رحمت الله نازل میشه سر زیر. الله سر ما و شما رحمت خدا نازل بکنه. و حفتهم الملائکه، در اطراف از اینا ملائکه میان میشینن. ما و شما میل نمیفهمیم که چقدر از ملائکه در اطراف ما و شما شیشته و چقدر جنهای مؤمن در اطراف ما و شما شیشته کلام الله را گوش میگیرن. و حفتهم الملائکه، و باز اینا بر از اینا مغفرت میخواین از پروردگار خود. الله کل از اینا رو میبخشه با رحمت خود. کسی میگه یا الله اونو شخص به خاطر درس نامده بود، کدام رفیقش اینجا بود او را کار داشت، امور هم الله بالاش رحمت خدا نازل میکنه و مغفرت میکنه، ولو که به خاطر خود درس نامده باشه. چقدر مجالس قرآن و مجالس دین و مجالس سنت و مساجد، چقدر این مجالس با ارزش از پیش الله، ولی ما و شما نمیفهمیم. و ذالک هو الفوز العظیم. مردم کامیابی میخوایم. فوز چی رو میگه؟ کامیابی بزرگ کدام یکیست؟ اینمی است. ان الذين كفروا، یقینا کسانی کافر شدن، ینادون سر از یا صدا کرده میشه سر کافران، لمقت الله اکبر من مقتکم. او مردم، قهر الله بزرگ است از قهر شما. انفسکم، که بالای خود قهر میکردین. وقتی که شما قهر میشین بفهمین که از قهر تو که در قهر الله بسیار بزرگ است. کار نکو که مورد قهر و غضب الله شوی. استدعون الی الایمان، وقتی که شما دعوت کرده میشید به طرف ایمان، فتکفرون، باز کافر میشدین و قهر میشدین، مجالس دعوت خوش نداشتین و غال مغال میکردین، مبرامدین. قالوا، باز این مردم ها چی میگن؟ ربنا، ای پروردگار ما، امتنا اثنتین، ما را میراندی دو مرتبه. یک مرتبه که خرد بودیم و به شکل یک کروموزوم جنسی بودیم، مرده بودیم، و یک مرتبه دیگه که باز زنده شدیم، مردیم و در قبر رفتیم. و احییتنا اثنتین، و دو مرتبه ما را زنده کردی. یک مرتبه اما دفعه اولی که مرده بودیم هیچ چیز نبودیم، ما را زنده ساختی، و مرتبه دوم که باز آل مرده بودیم دوباره زنده ساختی. فاعترفنا بذنوبنا، باز همی کافرها اعتراف میکنه به گناه های خود. فهل الی خروج من سبیل، آیا برای بیرون رفتن از این عذاب دوزخ کدام راهی هست؟ الله متعال میگه که ذالک می عذاب به خاطر چی است؟ به انه اذا دعی الله وحده، وقتی که دعوت کرده میشد، خوانده میشد الله به وحده، به یگانگیش، کفرتم، باز شما کافر میشدین، مجلس ترک میکردین، مخالفت میکردین. و این یشرک به تؤمنو، باز وقتی که به الله مردم شریک است، بت پرستی هست، قبر پرستی هست، مخلوق پرستی هست،
باز شما با او دیگه باز بسیار ایمان داشتین و مجلس ها را خوب تایید میکردین. مجلس هایی که گفته میشد که با کفر دستان یکی نکنین و بدتان میامد. مجلس هایی که باز میفکت کافر دوستی بکنین، قانون کفر را تطبیق بکنین، باز دو دیگه ایمان داشتین ما بسیار طرفدارای درجه یکی دموکراسی و سکولاریسم و سوسیالیسم و کمونیسم و داروینیسم هستیم. فالحکم لله، آل دیگه حکم خاص برای الله هست، حاکمیت الله هست. العلی، ذات بلند مرتبه، الکبیر، ذات با عظمت. هو الذی، الله ذات است که یریکم، نشان میده بر شما آیاته، آیاتش را، و ینزل، و نازل میکنه لکم بر شما من السماء، از آسمان، رزقا، رزق را، و ما یتذکر، و ازی پند و نصیحت نمیگیره الا من یونیب، مگر کسی که بنده منیب است، رجوع به الله میکنه. فدعوا الله، پس شما دست دعا بلند بکنین به الله، مخلصین، در حالی که اخلاص داشته باشین، توحید در نیت 100% به بارگاه الله دستان بالا کنین، حتی پیش قبر پیغمبر بالا نکنین، رویتان به طرف قبله باشه. مخلصین چی معنی؟ یعنی اخلاص 100% برای الله باشه، رویتان به طرف الله باشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله میره میگفت رویتان به طرف قبله الله دور بدید، به طرف الله چی کنین؟ دستان بلند بکنین. له الدین، دینتان خاص برای الله بگردانین، عبادتتان خاص برای الله بگردانین. ولو کره الکافرون، اگر چی بد ببینه امی عمل شما را مردمای کافر. رفیع الدرجات، این هم مضاف مضاف الیه از صفات الله است. الله رفیع الدرجات است، بسیار بلند است درجه الله. ذو العرش، مالک عرش بزرگ است. یلقی الروح، می افگند روح را من امره، به حکم خود، علی من یشاء. اینجا بعضی علما میگن که منظورش قرآن است، کتاب الله هست. وقتی که قرآن باشه، علی من یشاء من عباده، بر هر کسی که بخواد از بنده هاش که پیغمبرها هست. اگر منظور از روح حکم الله باشه، باز تمام بنده ها داخل میشن. لینذر، تا که بترسانه مردم، یوم الطلاق، از روزی که روز ملاقات است، از روز بترسین که باز دو روز خدا مستحق غضب الله نکنین. یوم، روز قیامت، روز است که هم بارزونه که و بارز میشن یا آشکار میشن. لا یخفى علی الله منهم شیء، پیش الله مخفی نمیمانه از اینا هیچ چیز. تمام اعمالی که کردن برای الله چی است؟ معلوم است. الله متعال میگه لمن الملک اليوم، شما خود ادعای حکومت، سلطنت، پادشاهی، قدرت میکردین، کیست؟ برای کی هست مالکیت حقیقی؟ الیوم، امروز کلگی ساکت میمانه. الله خودش جواب میده، میگه لله الواحد القهار، امروز حاکمیت و حکومت خاص مخصوص الله هست که واحد است، یگانه هست. القهار، و بسیار غالب است. الیوم، امروز روز قیامت، تجزا، پاداش داده می شود، کل نفس بما کسبت، هر نفس به آنچه که کسب کرده. لا ظلم الیوم، در روز ظلم نیست. ان الله، یقین که الله سریع الحساب، بسیار زود حساب میگیره. و انذرهم، و بترسان ایشان را، یوم الآزفه، از روزی که بسیار نزدیک است، روز نزدیک آمدن. آزفه، روز نزدیک آمدن. او روزی که اذ القلوب، وقتی که قلب ها لد الحناجر، از دست خوف و ترس میگه قلب به حنجره میرسه. کاظمین، به خاطر که بسیار امتو پر از غم و درد میباشه. مال الظالمین، نیست برای ظالما، ظالم، ان الشرک لظلم عظیم، نیست برای مشرکین من حمیم، کدام دوست، ولا شفیع، و نه هم شفاعتگر و سفارشگر، یطاع، که اطاعت کرده شود. یعلم، الله میداند، خائنة الاعین، کسانی را که با چشمای خود خیانت میکنند. و ما، و آنچه را که تخفی الصدور، الله میدانه آنچه را که مخفی میکنه سینه ها. بعضی اوقات فکر شما این باشه یک کسی به یکی دیگه در مورد شما چشمک زده، کارشو نکنی، قسم یک میکنه، ها؟ تو با چشم خود میگی کارشو نکنی. الله میگه خائن چشم میفهمه که تو خیانت کردی توسط چشمت. و یا هم در سینه چی را پت کردی،
والله یقضی بالحق، الله فیصله میکنه به حق. والذین یدعون من دونه، و کسانی که اونا دست دعا بلند میکنن به بارگاه ایشان من دونی و غیر از الله، لا یقضون بشیء، و هیچ فیصله کرده نمیتونن. ان الله، یقین که الله هو السمیع البصیر، اوست بسیار شنوا، البصیر بسیار بینا. اولم یسیروا، آیا سیر نکردن فی الارض در زمین، فینظروا پس ببینن کیف کان عاقبت الذین، که چه قسم بود عاقبت کسانی که کانوا من قبلهم، که قبل از اینا بودن، کانوا بودن هم ایشان، اشد منهم قوتا، ای فرعونی ها، شداد و نمرود و ای مردم ها که بودن بسیار قوی بودن، و آثارا فی الارض، از نگاه ساختمانی و انجینری در زمین بسیار آثاری گذاشتن و نشانه ها گذاشتن. فاخذهم الله بذنوبهم، باز الله متعال قوت کسره و رشته کسره ارزش نمیته که توحید نداشته باشه. فاخذهم الله بذنوبهم، باز امینا را الله مؤاخذه کرد، گرفتشان به خاطر گناهایشان. و ما کان لهم من الله من واق، و ما کان، و نبود لهم برایشان، من الله از الله، من واق کدام کسی وقایه کننده یا نجات دهنده. ذالک، ای گرفتن الله به خاطر چی بود؟ به انهم کانت تأتیهم، به ای بود که کانت تأتیهم، یامد پیش از اینا، رسول پیغمبرایشان، بالبینات، با بسیار دلایل واضح و روشن، فکفروا، باز کافر شدن، فاخذهم الله، باز او وقت الله اینا را مؤاخذه کرد. انه یقینا که الله متعال، قوی، بسیار ذات توانا و قدرتمند است، شدید العقاب، بسیار سخت عقوبت کننده است. ولقد ارسلنا، الله متعال میگه ما فرستادیم موسی علیه السلام را به آیاتنا، با دلایل قدرت خود، و سلطان، و با دلایل دیگری مبین که آشکار بودن، آیات معجزات و سلطان و دلایل روشن از کتاب مبین روشن، الی فرعون، به سوی کی؟ به فرعون روانش کردیم. در عصر عزیز 3 سمبول ظلم بود: ظلم اقتصادی، ظلم سیاسی و ظلم فکری، زر، زور و تزویر. ظلم سیاسی ممثلش فرعون بود، موسی علیه السلام به پیش فرعون رفت. ظلم نظامی ممثلش هامان بود که او جنرال فرعون بود، و ظلم اقتصادی که ممثلش قارون بود. ظلم فکریش بلعم باعور بود که باز بر از اینا فتوای دروغ میداد. فقالو، بس اینا گفتن، وقتی که موسی علیه السلام برشان توحید بیان کردن، باز اینا در جوابش چی گفتن؟ گفتن ساحر، جادوگر است، کذاب، دروغگوی است. این همیشه مردمای بیدین، فرعون صفت، هامان صفت، قارون صفت، شداد صفت، همیشه سر مسلمان ها نام میگذاره. منتها نامای سابقه کذاب و ساحر و کاهن و گپا بود، آل باز تروریست و اکستریمیست و افراطی و بنیادگرا و این اصطلاحات سر مسلمان ها میمانند. این عادت مردمای بیدین است، همیشه این اصطلاحاتشون است. الله متعال میگه فلما جاءهم بالحق، وقتی که موسی علیه السلام بر از اینا حق آورد. حق چیست؟ توحید آورد. من عندنا، از دل خود آورد. میگه نه، از طرف ما موسی علیه السلام آورد. قالو، یا ایوازی که قبول کنن چی گفتن؟ اقتلوا، بکشین ابناء الذین آمنوا، فرزندان کسانی را که ایمان آوردن، معه، به امرای موسی علیه السلام، و استحیوا نساءهم، و نگه دارین زنهایشان را، و ما کید الکافرین الا فی ضلال، و ما و نیست کید الکافرین، تدبیر کافرها، الا فی ضلال، مگر در بیراهگی و ناکامی. و قال فرعون، حالا شما سعی کنین، میگه مردمای بیدین رعیت هم فریب میتن، جنگ فکری میکنن و خواص دربار هم فریب میتن. فرعون برای عوام چی گفت؟ گفت این دین ما را میخوای از بین ببرن، اما این نشانه ای که توحید میگه. عوام که بگه اهل ای آمده که دین پدرایت از بین ببره، بازو خلوده است دیگه، گپ گوش نگرفتگی سرت حمله میکنه. فرعون برشان گفت او مردم عوام، این موسی علیه السلام اومده، این موسی میخواد که دین تان از بین ببره، بدوین از پشتش. و برای درباریای خود چی گفت؟ او مردم، یا بر دین نامدن که توحید بیان کنن، یا آمدن که قدرت سیاسی را از پیش شما بگیرن، چوکیتان از پیشتان بگیره، بخیزین در جان فرعون، در جان موسی علیه السلام. و قال فرعون گفت که ذرونی اقتل موسی، من میخوایم مرا بگذارن که من موسی را بکشم. ولیدعو ربه، بره باز موسی دعا بکنه به پروردگار خود. اینی مکستم اخافو، و گفتن چرا این کارا میکنی؟ گفت من میترسم ان یبدل دینکم، و میخواد که دین شما را تبدیل بکنه.
راه شما را تبدیل بکنه، شما را گمراه بسازه. موسی، فرعون میگه شما را گمراه میکنه. او ان یظهر فی الارض، باز برای درباره چه گفت؟ یا ای که میخواه که خود آشکار بسازه در زمین، قدرت بگیره، خود مشهور بسازه و در زمین باز چی بکنه؟ الفساد ایجاد بکنه، نظام تغییر بده، حکومت خراب بکنه، قانون خراب بسازه. و قال موسی علیه السلام گفت اینی اعوذ بربی، من پناه میبرم به رب خود و ربکم و به پروردگار شما، من کل متکبر، از هر انسان متکبری که لا یؤمن بیوم الحساب، که ایمان نداره به روز قیامت. آل در بین قوم فرعون هم یگان تا مؤمن و موحد بود، کل از هم کافر نبودن. و قال رجل مؤمن، و گفت یک شخص مؤمنی که من آل فرعون، از قوم فرعون بود، ای مؤمن بود لکن یکتم و ایمانه، که کتمان میکرد، میپوشانید ایمان خود را. ای آمد برشان گفت که اتقتلون رجلا، آیا شما به قتل میرسان این شخصی را که ان یقول ربی الله، او دیگه گپ زش نگفته، میگه رب ما الله هست، خلق کننده ما الله هست، و قد جاءتکم بالبینات، خوب دلایل روشن هم آورده من ربکم، از جانب پروردگارتان. یا گفتن نه دروغگوی است، گفتن و این یکو کاذبا فعلیه کذبه، اگر دروغ میگه دروغ است بالای خودش، و یکو صادقا، باز اگر راست باشه، یصبکم، باز میرسد بر شما بعد الذی یعدکم، بعضی از او عذاب هایی که بر شما وعده میده. ان الله یقین که الله لا یهدی، هدایت نمیکنه من هو مسرف کذاب، کسی که بسیار مسرف باشه، تجاوز از حد میکنه، کذاب بسیار دروغگوی باشه. این شخص باز گفت که یا قوم من لکم الملک اليوم، امروز خود شما قدرت هم سیاسی هم به دست شماست، ظاهرین غالب هم هستین فی الارض، در زمین. فمن ینصرنا، پس باز کی کمک میکنه ما را من بأس الله، از عذاب الله ان جاءنا، اگر بیای بر ما. قال فرعون، یک دفعه فرعون قار شد، گفت که ما اریکم الا ما ارا، ما برای شما فیصله نمیکنم، نشان نمیتم مگر آنچه را که من میبینم، نه گپ تو نه گپ موسی، ما هستم فقط. و ما اهدیکم، و ما بر شما راهنمایی نمیکنم الا سبیل الرشاد، این نمی گپ را که من میگم این راه چی است؟ راه راست و راه درست است. کفر خدا بر از میگه که این نمی نظر من نظر بسیار. و قال الذی آمن، باز امی کسی که ایمان آورده بود گفت یا قوم، ای مردم، ای قوم، اینی اخاف علیکم، من میترسم از شما، بر شما، مثل یوم الاحزاب، مثل روزی که سر احزاب کفری سابقه سر از اونا وقت کامت، شما خبر ندارین، مثل دعب قوم نوح، مثل صورت حال یا شکلی که اما عذابی که آمد بالای قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم، و کسانی که بعد از اینا بودن. و ما الله یرید ظلم للعباد، او مردم الله برای بنده ها ظلم نمیخواه. ای پیغمبر که آمده برای شما حق میخواه، ای فرعون است که ظالم است. و یا قوم، ای قوم اینی اخاف علیکم یوم التناد، من میترسم بر شما از روزهای که باز شما تناد ندا بکنین و چیخ بزنین، یوم تولون مدبرین، باز روزهایی که برگردید فرار کنید مدبرین، بعد پشتتان دور داده و چیخ زده بگریزین. ما لکم من الله من عاصم، باز او وقت نمی باشه بر شما کسی که شما را نجات بده از عذاب الله. و من یضلل الله، و هر کسی را که الله گمراه بکند، فما له من هاد، نیز باز بر از او کدام رهنما. ولقد جاءکم، و یقین که آمد پیش شما یوسف علیه السلام من قبل، و قبل از این بالبینات، با دلایل روشن. فما زلتم فی شک، شما هنوز هم، مازال به معنای همیشه بودن است، فما زلتم، پس همیشه بودین، فی شک، در شک، مما جاءکم به، از آن چیزی که بر شما آورده بود، حتی اذا حلک، تا زمان وقتی که یوسف علیه السلام وفات کرد، قلتم، باز گفتین که لا یبعث الله من بعده رسولا، که الله بعد از این پیغمبری را نمی فرستاده. کذالک، این چنین، یضل الله، گمراه میکند الله من هو مسرف، هر کسی را که او بسیار از حد تجاوزگر باشه، مرتابون، بسیار شکاک و شک کننده باشه. الذین، کسانی که یجادلون، مجادله و بحث و مناظره میکنن، فی آیات الله، در آیات الله، در کتاب الله، در سنت پیغمبر الله، بغیر سلطان، بدون کدام دلیل اتاهم که برشان آمده باشه، کبر مقتا، بسیار بزرگ است گناه
عند الله به نزد الله و عند الذين آمنوا به نزد کسانی که ایمان آوردن کذالک اینچنین یتبع الله مهر مهنت الله علی قلب کل متکبر جبار به قلب هر انسان متکبر جبر کننده در قلب های از اینا الله متعال چی میپرده؟ مهر مینه. و قال فرعون و گفت فرعون یا هامان ای هامان ابن لی صرحا برو برای ما یک دانه قصر بساز. تو قصر بلند منزل دیگه صرحه یکی قصر است یکی صرح باز قصرهای بلنده که همون یگان جایهای بلند می داشته باشه که باز اونجا بالا شوم ما لعلی ابلغ شاید که ما باز چی شوم برسم الاسباب و راههایی که اسباب السماوات راههای آسمان ها اینه برای ما تو قصر بساز این الله داره دی تعمیر باز ما بالا میشم باز از او باز پایم در آسمان میبانم فاطلع باز ما اطلاع حاصل میکنم الی اله موسی و معبود موسی علیه السلام و اینی لاظنه کاذبا ما فکر میکنم که گمان میکنم که دروغگوی باشه. و کذالک و این چنین زین زینت داده شد لفرعون برای فرعون سوء عمله زشتی عملش و صد عن السبیل و منع کرده شد عن السبیل از راه حق و ما کید فرعون و نبود تدبیر و برنامه سازی فرعون الا فی تباب مگر در تباهی و ایرانی. و قال الذی آمن و گفت او کسی که ایمان آورده بود یا قوم ای قوما اتبعونی مطابقت بکنین از من اهدیکم سبیل الرشاد که من بر شما هدایت کنم راهنمایی کنم راه درست را راه راست را. یا قوم ای قوم من انما هذه الحیات الدنیا متاع یقینا این زندگی دنیا یک متاع هست. یک عالم میگه من میفهمیدم که متاع چی است متاع چی است معنایش نمیفهمیدم. میگه یک روز در یک جای تیر میشیم دیدیم در منطقه عرب ها بود میگه تیر شدم دیدیم که یک خانم در پیش چشمه ظرفای خدا آورده باز همو تککک که کتازو همو ظرفا را میشه میگه برازو صدا میکنه اعطینی متاعی اعطینی او دختر بیارم متاع مرا متاع یعنی همو تککک که کتازو همین ظرفا را چی میکنه میشویه. الله متعال میگه اینمی زندگی دنیا که است یک متاع وارث اینمو یک توتکک صافی وارث این توتی صافی دیگه باز خوب رنگای خدا رنگارنگ داره برای یکی سرخ خدا نشان میده و یکی گلابی و یکی زرد. و این الاخرت و یقینا آخرت که است هی دار القرار خانه قرار گرفتن و آرامش آخرت است. من عمل سیئتا کسی که اعمال زشت میکنه فلا یجزا الا مثلها الله متعال به اساس عدالت خود بر ازی جزا نمیده مگر مثل امو اشتباهش. و من عمل صالحا و هر کسی که اعمال صالحه میکنه من ذکر اگر این مذکر باشه مرد و پسر باشه و انثى یا مؤنث باشه زن یا دختر و خانم باشه و هو مؤمن در حالی که خوب ایمان داره فاولئک یدخلون الجنه اینا به خیر در جنت داخل میشن یرزقون فیها رزق داده میشن در آن بغیر حساب. و یا قوم ای قوم مالی ادعوکم الی النجات شما را چی شده من شما را دعوت میکنم به طرف نجات و تدعوننی الی النار شما ما را دعوت میکنید به طرف چی به طرف آتش. تدعوننی لاکفر بالله شما ما را دعوت میکنید من کافر شم به الله و اشرک به و به او شریک بیارم ما لیس لی به علم به او چیزی که به او ما علم ندارم. و انا ادعوکم و ما شما را دعوت میکنم الی العزیز الغفار به ذات با عزت که غالب است غفار بخشاینده هست. لا جرم در هیچ شک نیست که انما تدعوننی الیه یقینا به طرف آنچه که شما مرا دعوت میکنین لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره برازو دعوت نیست یعنی خودش او دعوت کرده نمیتونه صدا کرده نمیتونه او بت بیچاره نگفته که من معبود هستم شما او نه در دنیا بیچاره گپ زده میتونه و نه در آخرت. و ان مردنا الی الله یقینا که بازگشت ما به سوی الله هست. و ان المسرفین هم اصحاب النار کسایی که از حد تجاوز میکنن اهل دوزخ هستند. فستذکرون ما اقول لكم شما ان شاء الله به یاد می داشته باشین آنچه را که بهتون میگم. و افوض امری الی الله و ما تفویض میکنم امور خود را میسپارم کارهای خدا به الله. ان الله بصیر بالعباد الله بسیار بینا هست بر بنده های خود. فوقاه الله السیئات ما مکروا باز الله میگه فوقاه باز پس الله وقایه کرد امی شخصه کی وقایت کرد الله وقایت کرد وقایه کرد
از چی؟ از سیئات ما مکرو، از زشتی‌های آنچه که آنها مکر کرده بودن. و حاق و احاطه نمود یا گرفتش، چهار اطراف احاطه نمود به آل فرعون، به لشکریان فرعون، سوء العذاب، عذاب بسیار سخت. النار آتش دوزخ که است، یعرضون علیها غدوا و عشیا، پیش کرده میشه در قبر، در عالم برزخ بالای اهل فرعون صبح و شام. یعنی این آیات قرآن درباره عذاب قبر است، یعنی این دلیل است به عذاب قبر در آیات قرآن. النار و آتش دوزخ یعرضون، پیش کرده میشوند، علیها، در روی آنها، غدوا صبح و عشیا و شام. این در قبر و در عالم برزخ است. و یوم تقوم الساعه، باز روزی که قیامت شوه، الله متعال میگه که ادخلوا، داخل کنین، کی را؟ آل فرعون، لشکر فرعون را، اشد العذاب، بسخترین عذاب. و اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا، ایش ان شاء الله تعالی یا مربوط قصه موسی علیه السلام. خیر اسم میخوانیم با صبا. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک.